یه بار بیشتر فرصت نداری انجامش بدی، چون موکل مصری فقط یک بار از تو اطاعت میکنه و در یک لحظه غیر ممکنها رو ممکن میکنه. اگه مدت هاست دعاهات بی جواب مونده، راه رسیدن به آرزوها بر تو بسته شده و امید برایت معنایی نداره، این افسون شگفت انگیز معجزه میکنه. موکل مصری فقط یک بار از فرمان شما اطاعت میکنه و در جا بدون هیچ چشم داشتی هر غیر ممکنی رو ممکن، هر دعایی رو اجابت و هر آرزویی رو به واقعیت بدل میکنه. دوشنبه شب هنگامی که یک شمع سفید روبروی خود روشن کرده اید، این طلسم را با قلم آبی بر روی برگه سفید کتابت کنید. نام خود و مادرتان را در پشت آن بنویسید تا زده و به کاسه آب بزنید. دو کف دستتان را با آن خیس کنید و به اطراف خود بپاشید و طلسم را نزد خود نگه دارید.